امروز با من همراه باش تا یه فیلم معمایی و هیجان انگیز از سینمای کره بهت معرفی کنم که تا لحظه آخر میخکوبت میکنه. توی این فیلم هر لحظه میتونه سرنوشت رو تغییر بده. سلام. این فیلم درباره زمان، سرنوشت، مسئولیت و جبران اشتباهاته. یه تجربه سینمایی غیرمنتظره که با ترکیب درام، معما و هیجان، با تکیه بر مفهوم تکرار زمان و تلاش برای تغییر سرنوشت، مخاطب رو به چالش میکشه تا در مورد زندگی و تصمیمهاش فکر کنه. 오종아, 좀만 기다려. 여보세요? 누구시죠? 제 딸 전화인데? 사고가 났거든요, 지금. فیلم ادی یک روز محصول کشور کره جنوبیه که تو سال 2017 به کارگردانی چو سان هو و با بازی بازیگرای خوبی مثل کیم میون مین، بیون یوهان منتشر شد و تونست امتیاز 6.8 رو از سایت IMDb بگیره. داستان از این قراره که جون یونگ جراح مغز و استخوان مشهوریه، اما پدر خوبی برای دخترش نیست و براش وقت نمیذاره. جون یونگ که درگیر مشکلات خانوادگیشه و زندگی شخصیش اصلاً خوب نیست، تو روز تولد دخترش شاهد مرگ دخترش میشه و از اون لحظه تو اون روز گیر میافته و هر بار سعی میکنه با جبران اشتباهات گذشته جون دخترش رو نجات بده. اما از هر راهی که میره و هر مسیری رو که امتحان میکنه نمیتونه به موقع به لحظه تصادف برسه و هر بار فقط شاهد مرگ دخترش میتونه باشه. 당신 뭐야? 당신도 나랑 똑같지? 하루 들은 거 봤죠? از اون طرف شخصیت دیگه داستان لی مین چول هم اتفاق مشابهی رو هر روز تجربه میکنه. اون هم تو همون روز تصادف همسرش رو از دست داده و هر چقدر تلاش میکنه که راهی برای نجات همسرش پیدا کنه موفق نمیشه. این دو نفر تلاش میکنن راز پشت اون روز رو پیدا کنن و جلوی این اتفاق وحشتناک رو بگیرن. فیلم ادی با نمایش زمان و انتخاب‌های انسانی از مخاطب میخواد به تأثیرات لحظات کوچیک تو زندگی توجه کنن و سوالاتی در مورد زمان، سرنوشت و مسئولیت‌های انسانی مطرح میکنه. این فیلم تو جشنواره‌ها و رویدادهای مختلفی مورد توجه قرار گرفت و جوایزی هم برنده شد. فیلم یک روز به خاطر داستان پیچیده، بازی‌های قوی و کارگردانی خلاقانه مورد توجه خیلی از مخاطبا و منتقدا قرار گرفت. 바꿀 수 있는 건 다 바꿔볼 거야. 그럼 하루가 바뀔지도 몰라. با این جوایز و نامزدی‌ها، فیلم ادی به عنوان یک فیلم پرقدرت با داستانی منحصر به فرد و لحظات هیجان انگیز به دنیای سینما معرفی شد. امیدوارم این فیلم زیبا رو ببینی و از دیدنش لذت ببری. ممنون که تا این لحظه همراه هم بودی. لطفاً اگه فیلم رو دیدی حتما نظرت رو با ما در میون بذار. لطفاً سابسکرایب کن، کامنت بذار تا انرژی بگیریم و بتونیم پرقدرت ادامه بدیم.